از ابی ابن کعب از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند در حالی که موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل خطبه می‌خواند مورد سوال قرار گرفته و کسی از وی پرسید از همه داناتر کیست؟ گفت من از همه داناترم. چون نسبت علم را به خداوند نداد، خداوند به وی عتاب نموده وحی فرستاد که بنده از بندگان من در مجمع البحرین هست که از تو داناتر است و مراد از این شخص خضر علیه السلام است. موسی علیه السلام گفت خدایا چگونه میتوانم نزد او برسم؟ با او گفته شد که ماهی را در زنبیل انداخته و با خود حمل کن. در هر جایی که ماهی گم شد آن شخص در آنجاست. موسی علیه السلام با خادم خود یوشع ابن نون ماهی را در زنبیل با خود گرفته و به راه افتادند تا اینکه نزد صخره رسیدند. صخره یعنی که خرسنگ. در آنجا سری خود را گذاشته خوابیدند. ماهی از زنبیل برآمد و خزیده به سوی دریا رفت و این کار برای موسی و خادمش تعجب آور بود. بعد از آن برخاسته به بقیه آن روز و شب را راه رفتند. چون صبح شد موسی به خادم خود گفت ناشتای ما را بیاور چون از این سفر خسته و مانده شدیم. و موسی علیه السلام تا وقتی که از آنجای معین نگذشته بود خسته و مانده نشده بود. خادمش برایش گفت جایی را که نزد صخره خوابیدیم به یاد داری؟ ماهی را در همان جا فراموش کردم. موسی علیه السلام گفت این همان جایی است که ما در طلب آن هستیم. چون نزد صخره برگشتند شخص را دیدند که خود را به جامه‌اش پیچانده است. موسی علیه السلام سلام کرد. خضر گفت سلام گفتن در سرزمین شما چگونه است؟ گفت من موسی هستم. خضر گفت موسی بنی اسرائیل؟ گفت بله. و گفت آیا اجازه میدهی که با تو همراهی کنم و از آنچه که خداوند برای تو آموخته است برایم بیاموزی؟ گفت تو به من صبر کرده نمیتوانی. من دارای علم از علم خدا هستم که آن علم را به من آموخته و تو آن را نمیدانی و تو دارای علم هستی که خداوند آن را به تو آموخته و من آن علم را نمیدانم. موسی گفت انشاءالله مرا شخصی صابری خواهی یافت و از هیچ امر و فرمانی تو سرپیچی نخواهم کرد. هر دویشان موسی و خضر در ساحل دریا به راه افتادند. خودشان از خود کشتی نداشتند ولی کشتی در رسید و با او حرف زدند تا آنها را با خود بردارد. صاحبان کشتی خضر را شناخته و آنها را بدون کرایه با خود سوار کردند. گنجشک آمد و در کنار کشتی نشست و یک یا دو بار نول خود را در بحر غوطه داد. خضر گفت ای موسی علم من و علم تو نسبت به علم خدا مانند همین یک یا دو نول آب است که این گنجشک از بحر برداشته و چیزی را کم نکرده است. سپس خضر رفته و تخته های کشتی را در آورده و شکست. موسی برایش گفت این مردم ما را بدون کرایه با خود سوار کردند. تو کشتی آنها را خراب و همه را غرق می سازی؟ خضر گفت مگر نگفته بودم که تو تحمل همراهی با من را نداری؟ موسی علیه السلام گفت
مرا از چیزی که فراموش کردم مؤاخذه مکن و باعث زحمت در کارم مشو. و این اولین فراموشی موسی علیه السلام بود. باز به راه افتادند و طفلی را دیدند که با اطفال دیگر در حال بازی کردن است. خضر سر آن طفل را با دست از تنش کنده جدا نمود. موسی گفت: آیا شخصی بیگناه را بدون این که کسی را کشته باشد به قتل میرسانی؟ خضر گفت: مگر به تو نگفته بودم که تو تحمل همراهی با من را نداری؟ باز به راه افتادند تا اینکه به دهه رسیدند. از مردم آن دهه طلبی نان نمودند، ولی آنها از مهمان کردن ایشان ابا ورزیدند و در نزد دهه دیواری را مشاهده نمودند که در حال فرو ریختن است. خضر چیزی به دست خود گفت و آن دیوار را راست کرد. موسی گفت: اگر میخواستی در مقابل این کار خود مزد میگرفتی. خضر گفت: این نقطه جدایی بین من و تو است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند موسی را هدایت کند. دوست داشتیم که صبر میکرد تا قصه آنها برای ما روشن میشد.